بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امیدوارم که در صحت و سلامتی به سر ببرید. خب خیلی از دوستان درگیر مشکلات ماورایی میشن و این مشکلات رو گاهن به موجودی به نام جن ربط میدن. ببینید، در بحث مشکلات ماورایی و گرفتاری های ماورایی که برای بعضی از افراد به وجود میاد، باید اشاره بکنیم که موجوداتی مثل اجنه یا جن اینها بسیار هوشمند هستند. بنابراین موجودی که هوشمند باشه میتونه بسیار زیرک عمل بکنه و رفتارهایی رو داشته باشه که به قول معروف زیر بار ریسک و خطر نره. قبلا ما حالا در بحث کانال تلگرام یا فضای مجازی درباره این به صورت خیلی خیلی کلی اشاره کرده بودیم که موجوداتی مثل اجنه اینها بسیار بسیار هوشمند هستند و قابلیت این رو دارن که شرایط رو به نفع خودشون رقم بزنن. بنابراین افرادی که در حیطه ماورا، متافیزیک و علوم غریبه درگیری هایی رو پیدا میکنن و این رو نسبت به جن میدن، باید بگیم که این افراد کاملا در اشتباه هستند. زیرا این موجودات و این اجنه گفتیم به راحتی دم به تله نمیدن. اما خیلی ها احساس میکنن، میگن که واقعا جن بوده و حالا یک شمایلی شبیه اجنه به این افراد نزدیک شده و باعث آزار و اذیتشون شده. ببینید، زمانی که مشکلی برای فردی میخواد پیش بیاد، داخل پرانتز این مطلب رو عرض بکنم که بحث تابعه رو ما میخوایم مطرح بکنیم که دقیقا متوجه بشید که تابعه چی هست و چی کار میکنه. ببینید، تابعه اصولا نه جن هست نه انرژی هست. یعنی لزوما نمیتونه جن باشه و نه لزوما میتونه انرژی باشه، اما میتونه از این دوتا تشکیل بشه. حالا به چه صورت؟ به این صورت که ببینید، در بحث مثلا حالا توابع سحری که جلوتر مبحثش رو باز خواهم کرد، به این صورت هست که بالفرض مثلا یک فرد عاملی حالا در بحث سفلی اقدام به انجام طلسم و سحر میکنه و این طلسم دارای یک سری انرژی های خاصی است، من جمله انرژی و نیت شخص عامل، یعنی شخصی که خواهان هست و خود استاد، و انرژی که توسط اون فعال میشه، یعنی به جن داده میشه، به خادمی داده میشه و این میخواد بره روی یک فرد دیگری اثر بکنه. در اینجا اون جن دستور رو میگیره، اما خود جن مستقیما وارد عمل نمیشه، میاد از یک سری اجنه هایی که به قول معروف قدرت کمی دارن و هوش کمی دارن و تابع این اجنه هستن استفاده میکنن که در اینجا بحث تابعه شکل میگیره. اینها ملزم به انجام دستور هستند، توابع، و صرفا هیچ قابلیت درک و آگاهی و دانشی رو ندارن. حالا چرا اجنه خودش مستقیما وارد عمل نمیشه؟ ببینید، این اجنه موجودات قدرتمندی هستند و موجودی که در ماورا قدرتمند باشه قابلیت اثرگذاری از خودش رو داره، یعنی میتونه رد پای خودش رو جا بذاره. بنابراین اینها نمیان خودشون مستقیما وارد عمل بشن. حالا دلایل دیگری هم داره، مثلا اینها قانون ماورا رو نمیان بشکنن، قوانینی که خودشون رو دارن رو، این قوانین رو زیر سوال نمیبرن و
مورد بعدی این هست که خطر ریسک رجعت انرژی سحر رو به خودشون نمیخرن. بنابراین یک سری قوانین و یک سری موارد هست که در ماورا اینا ملزم به رعایتش هستند و مستقیما وارد عمل نمیشن. حالا این بحثی که میان از تابعه استفاده میکنن، تابعه شکل‌های مختلفی داره، من جمله در بحث سحر که خیلی مهم هست و داریم بازش میکنیم، به این صورت هست که جن میاد چندین نوع تابعه رو انتخاب میکنه. مثلا میاد از اجنه هایی که در قبیله خودش هست و اینها زیردست هستند و توان قدرت تصمیم گیری درست حسابی رو ندارن، از اینها استفاده میکنن برای اجرای دستور اون سحر. در اینجا این تابعه شکل میگیره، یعنی تابعه ای از جنس اجنه شکل میگیره که اینجا میتونه این تابعه بیاد و وارد عمل بشه. قابلیتی که توابع دارن، یعنی تابعه های جنی دارن، این هست که اینها میچسبن به انسان و شروع میکنن به انرژی خاری از انسان. یک بخشیش به این صورته و با چسبیدن به حاله های انرژتیکی انسان یا همون اورا شروع میکنن فرد رو مورد آزار و اذیت قرار دادن. مثلا فرد میگه در خواب منو نیشگون میگیرن، در خواب پتومو میکشن، در خواب مثلا یک دست پشم آلود منو لمس میکنه. اینها کار توابع هست، کار خود جن نیست. توابع چون مثلا از دسته قبیله اون جن هستن، در قالب اون جن میتونن خودشون رو نمایان بکنن. مورد بعدی که در بحث تجسد اجنه هست این است که اجنه هیچ وقت خودشون رو سعی میکنن در تجسد در نیارن، زیرا این موضوع میتونه بسیار انرژیشون رو هدر بده. بنابراین موردی که به صورت تجسد انسان ها میبینن، حالا گاهن یا یک سیاهی در گوشه چشم میبینن، یا رد یک انرژی رو میبینن، یا حاله ای رو میبینن، یا موجودات کوتاه قامتی رو میبینن، اینها از توابع هستن که افراد ملاحظه میکنن، میبینن، حالا در خواب، در بیداری، و اصولا قطعای کوتاهی دارن، سر و ریش‌های بلندی دارن و ناخن‌های کشیده‌ای دارن، شکل‌های مختلفی دارن. بستگی به نوع قبیله‌ای هست و بستگی به نوع اون جنی هست که در کدام قبیله بوده و تونسته از قبیله خودش اون تابع رو به دست بیاره و ارسال بکنه برای فردی که مسحور میشه. این در بحث افرادی که دچار سحر هستند به قول معروف نمود پیدا میکنه این مورد. اما ما توابع مختلف دیگری رو هم داریم. توابعی هستند که موروثی هستند، نسلی هستند که به اینها جن موروثی میگن، که در واقع ما اصلا در بحث تخصصی جن موروثی نداریم، توابع موروثی داریم. یا در بحث انرژی خاری که بهشون قرنا میگن، اینها موجوداتی هستن از همون بحث توابع که بهشون جن چسبناک هم میگن، که همون قرنا هم نام دیگرش در علوم غریبه است. یا در بحث دیگر موجودات سفلی زیر زمین هستند که اینها فعال میشن گاهی، مثلا در قبرستان ها، در مکان های مرطوب، در معادن، اینها حضور دارن و گاهن فقط انسان هایی که از اون محل تردد میکنن اینها رو مورد آزار قرار میدن و موقتی هم هست این موضوع. در اینجا توابع شکل‌های مختلفی رو میگیره. اما در بحث توابع باز ما نوع دیگری رو داریم به نام توابعی که از انرژی شکل میگیرن، مثل انرژی های توهم و خیال. میتونیم مثلا اشاره بکنیم به دسته از
توابع که حالا در کنار انسان هم زندگی میکنن. معمولا عده‌ای از اساتید علوم غریبه عمار مکان رو هم از دسته توابع میدونن و اینها موظفن در کنار انسان ها زندگی بکنن. البته توابع گفتیم دسته های مختلفی داره. گاهی این توابع میتونن در کنار انسان ها زندگی بکنن و محافظت و مراقبت بکنن از انسان ها در برابر موجودات ابلیسی، شیاطین و اجنه، و گاهی هم این موجودات میتونن بسیار خطرناک باشن در زمره عمار مکان و خودشون آسیب بزنن. یکی دیگر از مواردی که در دسته تابعه قرار میگیره همین عمار مکان هستن که گاهن میتونن به تسخیر اجنه در بیان. گاهن جن سحر یا جنی که خادم سحر هست، گفتیم اینا خودشون رو نمایان نمی کنن. اینها موظف هستن که از دسته های زیر مجموعه خودشون که توانایی و ضعف زیادی دارن از اینا استفاده میکنن. بنابراین عمار مکان هم در زمره توابع میتونه قرار بگیره. چرا؟ چون گاهن خادم سحر نمیتونه یک تابع رو پیدا بکنه و میاد در منزل اون فرد از عمار مکان اون منزل استفاده میکنه بر علیه اون فرد، و چون زور این موجودات زیاد هست، اجنه و اینها زیر مجموعه هستن، به نحوی به صورت باجخواهی حالا میشه توصیفش کرد که اینها وارد عمل میشن و حالا یک قرار و مداری رو هم با اون عمار مکان میبندن و اینجاست که دیگه عمار مکان خوبی نیست، زیرا در تسخیر اون جن خادم قرار گرفته و باعث میشه که بر علیه اون فرد عمار مکان اقدام بکنه. دسته های تابعه بسیار بسیار زیاد هستن، مخصوصا در بحث تابعه موروثی بحث مفصلی هست که از نظر انرژیتیکی و از نظر علوم غریبه ماورایی این رو باید باز بکنیم که خودش یک جلسه دیگری رو میطلبه که باید در این بحث کاملا بحث رو باز بکنیم که دوستان متوجه بشن اصلا چطور هست، به چه شکل هست و چطور عمل میکنه، رفتارهاش چطوره، چرا بعضی میبیننش، چرا بعضی نمیبیننش و تأثیراتی که بر روی فرد خاصی از خانواده میگذارن. این رو باید کاملا باز بکنیم تا انشالله متوجه رفتارهای تابعه در زندگی انسان ها بشید، تا انشالله بتونید مسلط بر دانش این قسمت هم باشید و حالا در بحث پاکسازی ها و دفعشون که چطور میشه اقدام کرد این رو هم انشالله در یک جلسه در کنار اون مباحثی که گفته شد خدمتون باز خواهیم کرد تا توانایی برخورد با این توابع رو داشته باشید و بتونید خوب عمل بکنید. اما اجنه گفتیم اصولا اینها زیر بار مسئولیت نمیرن، فقط دستور رو میگیرن و ابلاغ میکنن و ردی گفتیم از خودشون به جا نمیگذارن و قانون ماورا رو زیر سوال نمیبرن و حالا قوانین خاصی دارن که به اون پایبند هستن و به راحتی هم میشه ردشون رو در ماورا زد، پیگیریشون کرد و رجعتشون داد به سمت ساحر یا اون فردی که این رو انجام داده و میتونه بسیار خطرناک باشه برای شخص ساحر. اما یک سری توابع هم هستن که افرادی که در بحث طلسم نویسی و لوح نویسی فعال هستند توسط این اساتید این توابع ساخته میشه. این تابعه ای نیست که در قبایل مختلف در ماورا بخوای این رو پیدا بکنی، تابعه ای هست که توسط اساتید با قلم زدن و ساخت طلسم این به قول معروف این موجود ساخته میشه و فعال میشه
که اینها رو انشالله در بخش‌های مختلفی که از توابع خواهیم داشت به مرور باز خواهیم کرد و خدمتون تقدیم خواهیم کرد تا انشالله مسلط به بحث توابع باشید و بدونید که تابعه اصلا چطور رفتار میکنه، به چه صورت هست، چه شکلیه و این رو از بحث اجنه باید جدا حسابش کرد. البته اجنه هایی هم هستن که مستقیما وارد عمل میشن که اونها در بحث های دیگری هست که اونها هم به مرور حالا هرچی جلوتر بریم این توضیحات رو خدمت یکی یکی تقدیم خواهیم کرد که چرا گاهی خود اجنه وارد میشه و علتش چی هست. اینها رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد که مورد بهره برداریتون قرار بگیره. دعوتتون میکنم که حتما کانال رو لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، اون زنگوله گوشه تصویر رو هم بزنید. در پایان آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. شاد و موفق و پیروز باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.